آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا از اجر و پاداش نیک بهره مند شوید. درس امروزینه درس 13 شرح اصول سیگانه. شرحی در درس پیشینه درباره روز قیامت گفتیم دوزخ و بهشت می درآمد و صحبت کردیم دربارهشون. خلاصه پس باز به ایمان به روز قیامت داخل می شود چی؟ هر یک چیزی که پس از مرگ می آید. انسان که مرد، بعد اون همون پیغمبر که صلی الله علیه و سلم می فرماید، میگه من مات قام قیامته، کسی که مرد برای او قیامتش برپا شد. برای همین در ایمان به روز قیامت چی می درآید؟ فتنه قبر. فتنه قبر این چی است؟ سوال مرده را وقتی که دفن کردن در قبر پیش او دو فرشته می بیایند، او را میپرسند از پروردگارش، از دینش و از چیش، از پیامبری که برای او فرستاده شده است. پس الله عز و جل کسی که به الله ایمان دارد همون را در اثنای همون سوال دادن، سوال فرشتگان، ثابت قدم میکند. کسی به الله ایمان آورده است، پس میگوید که یعنی کسی را که الله توفیق میدهد میگوید ربی الله، پروردگاری من الله است، دینی من اسلام است و پیامبری من محمد صلی الله علیه و سلم است. و ظالمان و ستمگران و کافران، منافقان، آنها گفتن نمیتوانند، پس میگویند که ها نمیدانم. منافق یا که انسانی که شک داشت در روز قیامت، بر روز قیامت ایمان نداشت، شک داشت، میگویند که نمیدانم، شنیدم که مردم میگویند چیزی را پس گفتم. این فتنه قبر بود، ای سؤال منکر و نکیر. دویمش عذاب قبر و نعیمش. هر آینه ما روز در قبر ایمان داریم به عذاب قبر و نعیم قبر. پس عذاب برای کیست؟ برای ستمگران از منافقان و کافران. چون که الله عز و جل میفرماید ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سوره انعام 23 آیه. الله عز و جل می فرماید که اگر ببینی زمان را که ستمگران در سکرات مرگ قرار گرفتند و فرشتگان دستهای خیش را گشاده باز کرده و فرمان جان دادن می دهند و می گویند امروز به خاطر نسبتهای ناروا که به خداوند می دادید و از آیات او سرپیچی می کردید، به عذابی خار کننده مجازات داده خواهد شد. باز الله عز و جل برای آل فرعون میگوید درباره عذاب قبر، اثبات می‌کند عذاب قبر، میگوید که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سوره غافر 46 آیت. الله میفرماید که عذاب فرعونیان آتش است، ای آل فرعون، که هر صبح و شام به آن پیشنهاد می شوند و روزی که رستاخیز برپا شود گفته می شود فرعونیان را در سختترین عذاب وارد کنید، ای پیروان فرعون را، آل فرعون را. یعنی بینید که در اینجا اثبات عذاب قبر است که صبحگاهان و شامگاهان عذاب داده می شوند در قبر و روزی که قیامت برپا می شود پس میگه الله میگه که آل فرعون، آنهایی که پیروی میکردند گرد اطراف فرعون، دوزخ بدرارید، در آتش درارید. در حدیث صحیح امام مسلم از حدیث زید بن ثابت روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر که مرده های خود را دفن نکنید، الله دعا میکردم که شما را بشنواند از
عذاب قبر، یعنی امون آواز و صدایی که از الم و درد میکنن همونایی که در قبر هستن، کافران و منافقان و دیگران، همونایی که من میشنوم الله دعا میکردم که شما را بشنواند از عذاب آنها. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنهایی که در قبر عذاب میبینن آنها را میشنوید. پس چهره خود را به سوی ما گرداند. پس گفت پناه برید به الله از عذاب دوزخ. گفتیم پناه میبریم به الله از عذاب دوزخ، از عذاب آتش. باز گفت که پناه برید به الله از عذاب چی؟ قبر. گفتیم پیغمبر میگفت و یا در جواب میگفتن گفتیم پناه میبریم به الله از عذاب قبر. پس گفت پیغمبر بزرگوار پناه برید به الله از فتنه هایی که ظاهر شدند، پیدا شدند، آشکار شدند و آن فتنه هایی که تا هنوز پنهان هستند، نهفته هستند. گفتیم پناه میبریم به الله از فتنه هایی که آشکار شده اند، ظاهر شده اند و آن فتنه هایی که حالی ظاهر نشده اند. پیغمبر گفت باز که پناه برید به الله از فتنه دجال. ما گفتیم نعوذ بالله من فتنه الدجال، پناه میبریم به الله از فتنه دجال. حدیث صحیح است، در امام مسلم است، کتاب جنت و وصف و نعیمش و اهلش. برای همین ده حدیث و آیات ها بسنده است برای انسانی که عاقل است که عذاب قبر وجود دارد، هرچند که ما او را نمیبینیم و نمیشنویم. اما آن تی نعیم، ناز و نعمتی که در بهشت است، در قبر هست برای مؤمنان، برای راستگویان، چنانکه که الله عز و جل میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سوره فصلت 3 آیت. الله میفرماید که کسانی که گفتند پروردگار ما الله یگانه است، سپس بر این عقیده پایداری کردند، فرشتگان بر آنان فرود می آیند و می گویند نترسید و غمگین و اندوگین مباشید و بشارت باد بر شما بهشتی که به شما وعده می دادند. پیغمبر بزرگوار از برا ابن عازب رضی الله عنه می فرماید که درباره مؤمن وقتی که پاسخ میدهد به همون سوالهای منکر و نکیر پاسخ میدهد در قبرش، بعد از پاسخ دادن پیغمبر میگه که منادی ای نداگری ندا میکند از آسمان که بنده من، یعنی الله ندا میکند که بنده من راز گفت، پس برای او همون قبرش آرایش دهید، زیب و زینت دهید، فرش گذارید برای او و از بهشت، از لباسهای بهشت او را پوشانید و دروازه برای او به سوی بهشت باز کنید. یعنی دروازه گشاده میشود برای او، دروازه به سوی بهشت. پس پیغمبر میفرماید که پس از همون خوشبویی بهشت، از پاکیزگی بهشت، از چین ناز و نعمتی که در بهشت است او به او می آید و قبرش اندازه‌ای که چشمش میبیند همون قدر قبرش وسیع می شود. حدیث در امام احمد است و ابو داود و صحیح است. این چی است؟ اثبات می‌کند که در قبر چی است؟ هم عذاب است و هم ناز و نعمت است. ایمان به روز قیامت چی ثمره‌هایی دارد؟ یکم انسان رغبت پیدا می‌کند در چی؟ در انجام دادن طاعت و هوسمند می‌شود که همون عملهای نیک انجام دهد. برای چی؟ برای امیدواری، برای ثواب و پاداشی که الله برای روز قیامت آماده کرده است. دوم، انسان در دل انسان بیم و ترس میزند از چی؟ از اون عذابی که برای انسانایی که گناه میکنند، پس از گناه دوری میجوید و از عذاب الله میترسد، از مجازاتی که روز قیامت منتظر برای او است میترسد و معصیت را انجام نمیدهد. کافرانی که روزی رستاخیز، یعنی زنده کردن بعد مرگ را انکار میکردند و دعوا میکردند که این غیر امکانپذیر است، این دعوای آنها باطل است و این باطل بدن دعوای آنها هم شریعت و هم حس و هم عقل دلالت میکند. اما شریعت خلیق الله عز و جل میفرماید زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سوره تغابن آیت 7. الله میفرماید که کسانی که کافر شدند گمان کردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد، بگو بله، به پروردگارم سوگند قسم که همه شما برانگیخته خواهید شد، سپس شما را به آنچه کرده اید خبر میدهند و این بر الله
آسان است و این دلیل است که دعوای آنها باطل است و همه کتاب‌های آسمانی به همین دلالت میکنند. اما دلیل از حسیات انسان که الله عز و جل بعضی از بنده‌هاش برای بنده‌هاش زنده کردن مرده در دنیا نشان داده بود. خیلی در قصه موسی علیه السلام الله می‌فرماید که و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سوره بقره آیت 55-56 الله می‌فرماید که هنگامی که گفتند ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه الله را آشکارا به چشم خود ببینیم. پس صاعقه ای آتش پاره آسمانی شما را فرا گرفت در حالی که تماشا می‌کردید، یعنی وفات کردند، الله جانشون را گرفت. سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم و برانگیختیم، شاید شکرگزاری کنید، سپاسگزاری کنید. یعنی الله عز و جل در همین دنیا آنها را کشت و باز زنده کرد. همین یعنی مردم تماشا میکردن همینا که مردن زنده شدن. که این از چی است؟ انسان حس میکند، اینا میبیند، چیزی که است که مشاهده میشود. باز دلیل ها بسیار است. در قصه همونی که به گاو میکشد و باز از سر زنده میکند، قصه قومی که برآمدند از دیارشون فرار کردن از مرگ، در اون در قصه ای که عزیر است، اون قصه که الله 100 سال قریب او را چی کرد و باز از سر نو زندهش کرد. خلاصه بسیار از قصه ها. اما این چه بود؟ دلیل بود از حس، اما دلیل از عقل. از دو پهلو ما میبیاریم. یکی آنها که الله عز و جل آفریننده آسمان ها و زمین و آن چه در آنها است، خالق آنها است، آنها را در ابتدا در آغاز آفریده است و قادر است به کسی که قادر است به در نخست آفریدن، پس برای او دویم باره هیچ عجز و ناتوانی نیست که دویم باره از سر نو برانگیزد. خیلی که الله عز و جل میفرماید و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. سوره روم آیت 27. اوست کسی که آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند و این کار برای او از آفرینش نخستین آسان تر است. خلاصه دلیل ها بسیار است که الله عز و جل وقتی که انسان در اول در نخستین در آغاز را آفرید، پس دویم باره از سر نو او را برانگیختن برای او زنده کردن آسان است. دویم که زمین مرده بود. مرده به معنای چی؟ معنای که خشک بود، یگان درخت یگان سبزی نداشت، سبز نبود. پس الله عز و جل به زمین باران فرستاد. زمین پس از آنکه خشک بود سبز شد، زنده شد. از هر یک رستنی، از هر یک درخت و رستنی و همه چی در بالای او برآمد. یعنی قادر است، تواناست به زنده کردن چیزی بعد مرگش و قادر است به زنده کردن مرده ها روز قیامت. خیلی که الله عز و جل میفرماید و من آیاته انک ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله چی میفرماید؟ و از نشانه های خداوند آن است که زمین را پژمرده و بی جان میبینی. پس همین که از آسمان آب را بران فرو فرستاد به جنبش در می آید و می بالد. البته همان کسی که زمین مرده را زنده کرد یقینا زنده کننده مردگان است. بیشک او به هر کاری تواناست. برای همین زمینی که او مرده است او را می سبزاند، می رویاند، زنده می کند. پس همین طور دیگر زنده ها را انسان آفرید، نیز کرد و از سر نو باز برمی انگیزد. بعضی از قوم های هستند که از اهل باطل انکار کردن عذاب قبر و نعیم قبر را، دعوا کردند که این امکان پذیر است و مخالفی واقعی ماست. در واقع ما نمیبینیم او را. اگر ما قبر باز کنیم نمیبینیم که در قبر کسی هست یا که عذاب دیده است یا که میبیند یا که نعیم یا که یگان نمیبینیم. قبر تغییر نیافته است، نه تنگ و نه کشاد شده است. پس این دعوای آنها باطل است به شریعت و به حس و به عقل. از سه جهت دلیل. اما از جهتی دلیل برای عذاب قبر گفتیم و نعیم قبر هم گفتیم. و در صحیح بخاری حدیث ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برآمد از بعض دیوارهای
مدینه. پس پیغمبر شنید آواز دو انسان را، یعنی که وقتی که از پیش دیوار میگذشت، دیوارای مدینه، شنید دو انسان را که عذاب میبینند در قبرشان. پیغمبر شنید و همه حدیث دراز است خیلی که یکی آنها، پیغمبر چی گفت؟ یکی آنها از پیشاب خود را پاک نمیکرد و دیگری آنها با نمیمه میگشت، یعنی مردم جنگ میداخت، سخنچین بود، گپ یک کس به یک کس میبرد، گپ دیگر به اون میآورد، مردم جنگ میانداخت. یعنی پیغمبر شنید، به مردم نقل کرد. با چندین بار دیگر و پیش چندین قبر یک گذشته است که آنها عذاب میدیدن و پیغمبر گفت است که اینجا کی را گور کردند و کی را دفن کردند و بعد این قصه دراز است خلاص. اما حس میگیم خیلی یعنی حس میکنیم همین عذاب. انسان خواب است، در خواب میبیند که او در جای هست که جای وسیع است، جای زیباست، خورم است، باغ و بوستان است. باز خواب می‌بیند که او در یک جای تنگی است، در جای وحشتناک، در جای علم آور. و بعضی وقت میشود که در آن وقت خواب میخیزد، می‌بیند که آیا او در کجا است؟ در جای خوابش است، ولی در حالی که در خواب بود، در کجا بود؟ روح او در کجا بود؟ آیا این حسیات نیست؟ انسان حس نمی‌کند که همون انسان است که خود را در تومن دیگر جا دید. آیا یگان کس با همراهی او بود؟ دید؟ ندید، ولی او در فراش، در بستری خود است، در خانه خود است. و پیغمبر چه میگه که خواب برادری چی است؟ برادری مرگ است. خواب برادری مرگ است. برای همین هم خیلی که انسان در خواب میرود میبیند همه چیزا، حتی عذاب، یک کس او را میزند و عذاب میبیند ولی بیدار میشود نیست، وجود ندارد. همه خیلی در ناز و نعمت هست. خواب که میرود میبیند در اینجا خوراک خورده ایستاده است و ناز و نعمت و کرشمه و همه چیز، ولی بیدار که میشود در تمام دیگه جاست. حتی بعضی وقت میگوید که کاش از خواب بیدار نمیشدم. خیلی که الله عز و جل باز میفرماید خواب برادری مرگ است که الله خواب را چی نامید؟ همچون وفات نامید، مرگ نامید. خیلی الله میگوید الله یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سوره زمر 42 آیت. الله چی میگوید؟ خداوند است که جانها را به هنگام مرگشان به طور کامل میگیرد. وقتی مرگشان به طور کامل میگیرد و روحی کسی را که مرده است در هنگام خواب میگیرد، پس روح آن را که مرگ بر او فرا رسیده است نگاه میدارد. ای دوباره به خوابش نمیگردد. انسان خواب که میرود روحش میرود. اونی که اجلش آمده باشد الله روحش میگیرد، دیگه بر نمیگردد و به بدن باز نمیگردد. و روحای دیگر را که مرگشان فرا نرسیده برای مدت معین به جسم آنان باز میگرداند. بیشک در این امر برای گروهی که می اندیشند علامت ها و نشانه های بزرگ از قدرت الله وجود دارد. ولی انسانی که خواب می رود، در خواب اجلش که رسیده باشد دیگر باز جانش دیمبارا به همون خوابش بر نمیگردد. و اونی که اجلش نارسیده باشد باز چی؟ به همون روحش به همون جسدش میگردد و چقدر مدتی که باز برای او مانده است همون زندگی میکند. الله برای او چی کرده است؟ مقرر کرده است. بدید که انسان همه همین حس میکند، اما از عقل. پس هر آینه انسان وقتی خواب است، در خوابش یک خواب میبیند، خواب حق میبیند، مطابق همین چی است؟ مطابق رویداد است، واقع است. و شاید که پیامبر خواب دیده باشد به همون صفتش کی هست، پس پیغمبر به همون وصف و صفاتاش خواب بیند، پس او را حقیقتا دیده است. ولی وقتی که او میخیزد در حجره خود است، در بستری خود است، دور از آن چیزی که دیده است. اگر این در حال دنیا ممکن باشد، پس چرا در احوال آخرت روز قیامت ممکن نباشد؟ اما آنها وقتی گفتن که ما وقتی که دعوا کردن ما باز ببینیم در قبر هیچ پیدا نمیکنیم، چخیلی که همون هست وقتی میکشویم قبر تغییر نیافته است، نکشاد نوسه شده است، پس جواب این از چند پهلو میشود. اول یکم چیزی که ما باید بگیم، این ما باید خلاف قرآن سنت باید نگوییم. به سبب چی؟ بعضی شبهه هایی که بین همینجا برادرها گوش کنید، بعضی شبهه ها میبیارن، شما در حال شک میکنید. وقتی الله گفت در قرآنش، پیغمبر گفت ما باید شک نکنیم، هر چند کی چی شبهه و شک برای ما بیارن. یکم باید انسان چی در قرآن و سنت با شک نکنه، قدر شبهه های مردم بیارن. برای این شبهه ها را دور کردن خیلی آسان است. یکم انسان باید چی ثابت راسخ باشد، استوار باشه در عقیده خود که الله گفته باشه همون کار درست است و درست است، پیغمبر گفته باشه درست است، با شک و شبهه نکند. دوم احوالی برزخ، ای عالمی برزخ، یعنی عذاب قبر و نعیم قبر، این از چی است؟ از امرهای غیبی است که این انسان به حسیات درک نمیکند. اگر که انسان درک میکرد به حس، پس فایده ایمان به غیب چی در کار بود؟ اگر انسان حس میکرد همینه، وقتی که باز که قبر میدیدن، چیزی که مرده میبیند، مثلا مرده وقتی که جان گدازش میبد ملائکه رو میبیند، که انسان در برش نشسته است نمیبیند. اگر که انسان در برش نشسته باشه، همه اونی که
مرده میبیند، وقتی جانگدازیش میبیند، ملائکه و فرشته را میآورد در جوش میمیرد، از ترس میمیرد. پس چی فایده ایمان به غیب باشد در اینجا؟ اگر که بینن، پس اونایی که برابر میشود، اونایی که مؤمنانی که به غیب ایمان دارن با اونایی که انکار میکنن، اگر همین حالت ببینن همش ایمان میارن. برای همین این فایده است که انسان به غیب وقتی که به گفته الله و رسولش ایمان میبیاری، آن چه که غیب است به گفته ها ایمان میاری، نادیده، نه این مؤمن حساب میاوی. مؤمن معنای چه دارد؟ معنای که ایمان به غیب دارد. سیوم عذاب و نعیم قبر و وسعی قبر و تنگی آن او را کی درک میکند؟ او را فقط انسانی که مرده است، دفن شده در قبر مو حس میکند، دیگر کسی حس نمیکند. چه خیلی که ما گفتیم انسانی که خواب است، در جای خوابش اگر در یک جای تنگ باشد، در جایی که میترسد، در جایی است که تنگ و تاریک است و میترسد، آیا انسانی در بری او هست همین حس میکند؟ میبیند. انسانی که خواب است، انسانی که بیدار است حس میکند؟ همون خوابی که او میبیند حس میکند؟ حس نمیکند. همین خیلی مرده است، مرده حس میکند، تو حس نمیکنی زنده. یا که در جایی هست که وسیع است، ناز و نعمت است، انسانی در بری، همون انسانی که خواب است همون را حس میکند؟ نمیکند. همون انسان خواب حس میکند. چخلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پیغمبر وحی می آمد و پیغمبر در بین صحابگان بود و پیغمبر چرا وحی میشنوید؟ یگان کس از صحابگان او را نمیشنوید. شاید که فرشته به شکل مرد می آمد و سخن میداد پیغمبر و صحابگان او را نمیدیدند و نمیشنویدند. چهارم، برای که ادراک، دیدن و درک کردن مخلوقان محدود است. چقدر که آنها را الله امکانیت داده است که امروز درک کنند، ببینند، درک کنند، برای محدود است. هانسه که در همین عالم ما وجود دارد، انسان عادی او را درک کردن نمیتواند. حیوانات عذاب قبر میشنوند، ما نمیشنویم. ما درک کردن و دیدن ما محدود است. هر یک چیز در دنیا است ما او را نمیبینیم. در دنیا چیزی بسیاری دیگر از غیر ما. پس آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه همه چیز تسبیح میگد به حمد الله. از الله تسبیح میگد. حقیقتا الله کسی را خواهد میشنواند از خلقش احیانا، ولی از دیگران چی است؟ از دیگران پنهان است، دیگران نمیفهمند. چقدر که الله عز و جل میفرماید تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. سوره اسراء 44 آیت. آسمان های هفتگانه و زمین و هر کی در آنهاست تسبیح الله را میگوید و هیچ چیز نیست مگر آنکه با ستایش از او به پاکی یاد میکند، ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید. همانا او بردبار و آمرزنده است. و همین طور دیگر شیطان چه این کار میکنیم؟ من تسبیح همه زمین و همه آسمان و همه چیز در زمین است، همه چیز تسبیح میگن، ما نمیشنویم. شیطان و جن ما میبینیم نمیبینیم، این طرف اون طرف میره و نمیبینیم. چون وقتی که جن ها پیش پیغمبر اومدن صلی الله علیه و سلم گوش کردن خیرات پیغمبر و پیش قوماش رفتن و قوماش دعوت کردن، لیکن ما آنها را نمیبینیم. شیخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خط کشید به صحابگان، خط کشید که زمین نبرید. وقتی دعوت شو رفت، وقتی که آنها اومدن فقط آواز شنویدن، صحابگان آواز شنیدن که شغل چنگ و غبار شد و پیغمبر با همون همراه جنیان بوده که صحابگان در نزد هم هیچ نکردن، هیچ ندیدن. برای خلق یگان درک نمیکند، یگان موجودی که گردی اطراف ما درک نمیکند. برای همین وقتی که درک نکرد این معنا ندارد که نیستند، معنا ندارد که وای انکار کند، نه، هستند، ولی آنها از ما غیب هستند، ما آنها را درک کردن نمیتوانیم. برای همین باید انکار کردن هم نکنیم، انکارم نکنیم. خلاصه این بود خلاصه درباره ایمان به روز قیامت و از دعای نیکی خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.